آدمای اشتباه میتونن ما رو از همه چی متنفر کنن. خیلی راحت بهتون بگم دکتر تو 2 دقیقه جنبندی آهنگ مورد علاقت میتونن شما رو متنفر کنن، از خیابونای دوست داشتنی ذهنت میتونن متنفر بکنن، از مناسبت‌هایی مثل یلدا و عید و این آدم‌های اشتباه شما رو متنفر، از خودت میتونن شما رو متنفر بکنن، از اون عشق و از اون کارهایی که برای شما رو گاهی اوقات من خجالت نمی‌کشم این جمله رو بگم، آدم‌های اشتباه گاهی شما رو از خوب بودن خودتون در بعضی اوقات پشیمون میکنن، از وقتایی که گذاشتی، از معرفتایی گذاشتی. یه جایی من گفتم بدترین فحش دنیا بی‌معرفته، یعنی آدمی که بی‌معرفتی میکنه اونم با یه نفر زندگی خودش، همون کلمه بی‌معرفت شاید بهترین تعریفی باشه که از ایشون بشه بکنیم. وارد رابطه های اشتباه نشیم، ما زیاد نمیتونیم آدم ها رو اصلاح کنیم. وارد رابطه هایی که از اولش خیلی بهش شک داریم وارد نشیم. وقتی اون یه نفر زندگیمون قرار مأمن من باشه، همه منو زدن، همه زیرا به منو زدن، همه بد گفتن، من میام پیش تویی که یه نفر زندگی من هستی و اگر از تو نامهربانی خصوصا در جمع ببینم، بریدن در انتظار من هستش و اگر نبودنش بهت آرامش میده، تو اونو از دست ندادی. بذار